السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال الله عز وجل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. جهان سپاس از شما سروران و عزیزانی که همواره برنامه‌های دینی و اسلامی را از آدرس تلویزیون نور مشاهده میکنین و دنبال میکنین. تشکر میکنم از اتفاق همکارانمان در تکنیک تلویزیون نور که همواره همیشه برای پخش و نشر برنامه‌های دینی جوانان عزیز و ایثارگر ما اینجا فعال هستند و برای اینکه نیازه های شما عزیزان را برآورد ساخته باشند، البته تا یک حد الله تبارک و تعالی در حسنات اینها نیز حساب بکند. دوستای عزیز، فضیلت و اعمال دهه اول ذوالحجه عنوان برنامه امروزی پاسخ نور هست. در این شکی نیست که عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه می فرمایند سراغی ندارم اون ایامی را که آفتاب و خورشید بر آنها طلوع می کند و آنها از این 10 روزی ذوالحجه افضلتر، بهترتر و خوبتر باشند. قرآن می آید ولیال عشر، از شبهای عشر، از این دهه ذوالحجه یاد می کند. همین گونه ایام معدودات، الحج اشهر معلومات. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه می فرمایند مراد از عموم معلوماتی که در قرآن گفته شده است همین دهه اول ذوالحجه خوانده شده است. فضیلت دهه ذوالحجه به امت اسلامی و به او تعداد مسلمانانی که واقعا به این معتقد هستند که ایام سال، شبهای خاص، ساعات خاص، اوقات خاصی که شریعت و قرآن و سنت و فقه اسلامی و دین مبین اسلام برای آنها اهمیت و ارزش خاص قائل هست، با اونها مسلمان ها معتقد هستند. مسلمان میداند که همه شبها شبهای خدا، همه روزها روزهای پروردگار، بجز اون شبها و روزها و لحظات و ساعاتی که از آدرس نصوص، از آدرس دین، از آدرس اسلام برشان فضایل خاص داده شده باشد. مثلا انجام اعمال نیک در دهه اول ذوالحجه منصوص است، با احادیث ثابت است، با قرآن و سنت ثابت است، با اعتقاد امت اسلامی ثابت است. این را کس رد کرده نمیتواند. همین گونه روزه گرفتن در ایام خاص و در اوقات خاصی که اونجا شریعت با اونها تاکید کرده است نیز ثابت است. دعا کردن در اوقات خاص، صدقه دادن در اوقات خاص، اینها اماکن زمانهای خاصی هستند که از نظر اسلام ما مسلمان ها اون اوقات و اعمال و زمانهای خاصی آنها را باید رعایت بکنیم، باید مد نظر بگیریم و مطابق او رفتار بکنیم. حمید جان از کابل، بفرمایید. بله، سلامت باشی استاد حامد، خوش آمدین به برنامه پاسخ نور. صدایتون ندارم، سوالتون ایراد بکنین. مولوی صاحب من از سوال کنم استاد، ما داریم مولوی صاحب افسرده میشم، دلتنگی برای ما پیدا میشه، بسیار دقیقت میارم، یک چیز رفتارگاه دارم مولوی صاحب به اون نمیرسم.
خب من انشالله یک راهنماییتان میکنم، همکاری میکنم امراتان. من یک همکاری انشالله کلماتی را خدمتتان عرض میکنم، انشالله که الله تعالی مشکلاتتان با آرزویتان برساند. سلامت باشین، بخیر باشین. پس در دهه اول ذوالحجه انجام دادن اعمال خاص، حرکت‌های خاص، وظایف خاص مسئولیت هر زن و مرد مسلمان است. خواهر من این دهه را ضایع نکنی. برادر من، مادر و پدر عزیزی من، مواظب باشی که در این دهه اول ذوالحجه اعمالی که انجام میتی خیلی مهم هستند. پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایند انجام اعمال خیر در این دهه اول ذوالحجه از انجام دادنشان در غیر ذوالحجه فضیلت و ثواب و برتریت زیادتر داره. برعکس انجام گناه و بربریت و ظلم و استبداد و غصب و غیبت و کینه و کدورت و بدی و معصیت نیز در این دهه اول ذوالحجه به تناسب ایام غیر ذوالحجه گناه و معصیتی بیشتر دارد. پس بیاییم که مواظب باشیم. علما میگن مسلمان، زن یا مرد، پیر یا جوان، رعیت یا دولت، عالم یا عوام، عرب یا عجم، هر کسی که هستی، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، پیش از این که مورد محاسبه پروردگار قرار بگیرین نفسهای خود را محاسبه بکنین، با خودتان برگردین، از نفستان از خودتان پرسان بکنین کجا روان هستی، چی کار میخوای بکنی، چی کارهایی را انجام میتی، خیر هستن یا شر هستن، خوب هستن یا خراب هستن، کارهایی که انجام میتی به چینل و چوکات شریعت اسلامی عیار و فعال و مواظب هستن یا نیستن. مسلمان باید مواظب باشد. برادری عزیزی ما عبدالمجید از پروان، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برنامه پاسخ نور سوالتون را بکنید. خوش آمدین. سوال ما به خاطر قربانی بود. کسی که از طرف بدن توفات شده باشه قربانی بکنه او به خودش نکنه، دور از که قسمیت درست است. بیننده باشین، معلومات میتون براتون. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حامد جان از کابل سوالشان این هست که دائم افسرده هستم. برادر عزیزی من، حامد جان، شما این را دائم تجربه بکنین. اگر خدا نخواسته انسان در چند حالت میتونه افسرده باشه. یک، پرخوردن، انسان افسرده نگاه میکنه، کم بکنین خوراک خدا. زیاد گپ زدن انسان افسرده میکنه، گپ زدنتان را کم بکنی. ما هدف از بیان من این نیست که خدا نخواسته برادر عزیزی شما به این گناه ها سر دچار هستین، اما تجربه شود به گناه ها تج کردن و در تماس بودن نیز انسان افسرده می سازه. گناه کردن، به معصیت و ناروایی حرکت کردن انسان افسرده می سازه و همین گونه زیاد خو کردن نیز انسان افسرده می سازه. شما تلاش بکنین که از پر گفتن، از پرخوابیدن و از پرخوردن اجتناب بکنین انشاءالله، و از گناه ها نیز خودت دور کنار بگیرین. با اعمال خیر شریعت اسلامی سر و کار داشته باشین. با کمک پروردگار شما افسردگی را از بین از دست میتین. همین گونه تشویش های حق و ناحق به گردن و به روح و روان خود جای نتین، انشاءالله که افسردگیتان دور میشه. و دوست عزیزی ما جز دومی سوالشان این بود که من آرزو دارم و به آرزویم نمیرسم. این فکر غلط است. آرزوی مسلمان خامخا به آرزوی خیرش میرسه انشاءالله، به خاطر این که قرآن به صراحت میفرماید ولا تقنطوا من رحمت الله، شما از رحمت خدا مایوس نباشین، معتقد باشین، با امید باشین، امیدوار باشین
که آرزوی شما، مقصد شما، نیت شما، هدف شما، آنچه که میخواهین از پروردگار خامخواه از طرف الله براتان به او رسیدگی صورت میگیرد، خو گاوت کمی تأخیر میشه. گاوت خداوند انسان با آرزوش آنن میرساند، گاوت کمی تأخیر میرساند. گاوت دیگر شما توسط دعاها و اعمال خیرتان از خدا میخواهین، در آخرت نصیبتان میگردد. پس هیچگاهی دوست عزیزی من، دوست سرورانی دوست داشتنی من، هیچگاهی به دربار الله از این درباری وسیع پروردگار مایوس و ناامید نباشین. انشاءالله که الله با مسلمان ها هست. نصرت الله، کمک الله، تعاون پروردگار، همچنان همراهی پروردگار جمع مسلمان ها هست، نه با غیر مسلمان ها. استاد عبدالمجید صاحب از پروان سوالشان این هست که کسی که از طرف پدرش قربانی کند خودش نکند. بله، ثواب از طرف پدرش. شما را الله تبارک و تعالی یک فرزند نیک، فرزند صالح به جا گذاشته است، از اون پدری با عزت. پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایند اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث. بعد از مردن تمام ارتباطات از این دنیا قطع میشه بجز سه چیز که بعد از مردن هم اجر و ثواب به انسان میرسه. یک، ولد صالح، اولاد نیک که به پدر و مادر دعا بکنه، در حق پدر و مادر صدقه و خیرات بکنه، در حقشان قربانی بکنه، به عوض پدر و مادر یتیمها و پروسه را مدیریت میکنه، تعاون میکنه، همکاری میکنه، که او اجر و ثواب دل اراده و نیتش همین است که اجر و ثواب و پاداش به پدر و مادرم برسه. ان شاء الله تو به حیث یک فرزند صالح این کار خیر را که میکنی، بله، اراده و نیت، قربانی یک عبادت است. نیت انسان زمانی که از عوض پدرش است، الله اجر و ثواب به همون موضوع وابسته میسازه و خودش قربانی نکرده است، نکنه خلاص ان شاء الله که کافر نمیشه. اگر توان داره قربانی بکنه، اگر توان داره قربانی بکنه. و گپ دوم همین که انسانهایی که مثلا میاین به نحو خدا ناخواسته تو یک حیله جور نشود که والله این میره من از عوض پدرم قربانی کردم دیگه از این استفاده میکنم. نخیر، این موضوع قربانی کدام گوشت پوست قیمتی از او را پروردگار کار ندارد. در موضوع قربانی لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوی منکم. با خداوند تقوای شما بسیار مهم است، اراده و نیت شما به پروردگار مهم است. پس خود انسان اگر داره قربانی بکنه، اگر ندارد به همون قربانی که از طرف پدر خود کرده است، اجر ثوابش خداوند به او پدر از آدرس این اولاد صالح و سالم میرساند و خودش ان شاء الله که گناهگار نیست، به کدام ظلم، استبداد و گناه و معصیت سر دچار نشده است. اما اگر داره قربانی نمیکنه، از اجر و ثواب قربانی محروم است. خداوند از ما و شما از همه قبول بکند تا اینکه در این دهه پربرکت، در این دهه با عزت ذوالحجه مطابق دستورات شریعت اسلامی زندگی خود دوام بتیم و از همه مهمتر آنچه که در این دهه مهم است، ما باید به او کارهای مهم تچ بکنیم، تماس بگیریم. دستگیر از کابل، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. دوستی عزیز خوش آمدین، سلامت باشین، بفرمایید، صدایتون دارم. قربانتان بخیر باشم. کارش بخورم یک موضوع بود که دختری که نکاح دائمی میکنه، دختری که نخوری میکنه، دختر ازدواج میکنه مثلا، خیلی درست. همین دختری که نخوری میشه، نکاح دائم میشه، کارش تکمیل میشه، بعد از 2 روز بعد یا 3 روز بعد مثلا یک بیادرای دختر نیست، مثلا بیادرای دختر پسان میآید، بیادرای دختر قبول نمیکنن. مثلا ما نمیتونیم دختر ما رو که همسایه ما رو پدر مادرم که داره مثلا بد شده با او احساس شده، ما نمیتونیم. در صورتی که عقد شده، محرک تعیین شده، که نخوری شده، بعد از 3-4 روز بعد بیادرای دختر که ما این تصمیمشان تغییر کرده که ما بر ازدواج هم نمیتونیم. بچه هم تعریف کرده اگر شما طرف خانه ما یا طرف همسایه مادر رو بخورین، بازو وقت از خود دله بکنید، از ما نه. پدری از یا حیات است استاد دستگیر؟ پدرشان حیات است، مادرشان حیات است، خلقیشان حیات است. من معلومات میتونم براتون بیننده باشین. گرفتم. سلامت باشین.
جناب دستگیر سیب از کابل سوالشان این هست که دختری که شیرینی خوری شده و در این محفل شیرینی خوری بله عقد نکاح بسته شده است، شاهدا رفتند، اجابت قبول شده است، در محرم تعیین شده است، کاملا دختر خانمی اون مرد است و اینها هیچ حق ندارند. شوهر و دختر میکنه، برادرای دختر در اونجا ازدواج نمیکنن. به حیث برادر اگر رضایت ندارند باید این موضوع را از اول پیگیری میکردن و اولا از همه خواهش من از او برادرایی هست اگر صدای مرا میشنوند، اگر برادرای با عزتی که واقعا جوانای ما در این سرزمین و جوانای با عزت هم است، کسانی هست که اونها میآیند در موضوعات پیگیری میکنن و قناعت باید برشان داده شود از آدرس علما و از آدرس اهل خبره و یک هیئت تشکیل شود. برادرای عزیزی ما را قناعت بتن، خداوند را توفیق نصیب بکنه. اما در صورتی که قسمی که شما حکایت کردین جناب استاد، موضوع خیلی داغ هست و موضوع کاملا حاد هست، اونها جنجال ایجاد میکنن، پس در این مورد اونها هیچ حق قانونی و شرعی ندارن، چون اونجا ولی تام ولی اتمام ولایت فرزند پیش پدر است، پدرش موجود است، پدرشان موجود است، پدر که این کار انجام داده است، فرزندا هیچ گونه حق قانونی و شرعی دیگر ندارن. اگر مزاحمت میکنن صاحب موضوع به حساب ارگانهای امنیتی و به حساب مسئولین ساحه در جریان گذاشته شوند تا از این موضوع، از جنجالی که در این موضوع خدا ناخواسته رونما میگردد از او جلوگیری صورت بگیرد. و در مورد انشاءالله که او خانم عقد نکاح شده است، کاملا زنی مشروع و معقول و زنی دائمی و همیشگی اون شوهرش است، با شوهر زندگی بکنه و در مورد مشکلی وجود ندارد. اونا هیچ حق مداخله را برادران ندارند. ابراهیم از کابل، بفرمایید برادری عزیز. بله میشنوم برادر، صدایتون ندارم، بفرمایید. مرده در کجا زیر نظر شما آمده است؟ خواه خواه ترسیدین؟ ما معلومات میتون براتون، مشوره براتون میتون، بیننده باشین ابراهیم جان. برادری عزیزی ما ابراهیم سوالشان این هست که در قبر پدرم افتوا انداختیم و اونجا الان مرده زیر نظرم میترسم. شما برادری عزیزی ما پیش یکی از علمای برجسته منطقه در ساحه‌ای که زندگی میکنین و پیش امام مسجد، مؤذن مسجد، حافظ قرآن کسی که هست مراجعه بکنین، شما را دم بکنه، ان شاء الله صحت شما خوب میشه. خودتان نمازایتون بخونین، دعاهای صبح و شام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل هو الله احد، آیت الکرسی، آیات آخری سوره بقره را صبح و شام و بعد از هر نماز فرضیتان دوام بدین، ان شاء الله مشکلتان رفع میشه و دور میشه. شما کمی ترس خوردین، ان شاء الله با تداوم التزامتان به ادعیه مأثوره و با این راهنمایی که خدمتتان عرض کردم، اگر به این تداوم و التزام بکنین ان شاء الله که این موضوع برطرف میشه، مرفوع میگردد و شما از این مشکل در امان میمانین. همزمان با اینکه خودتان 4 قل میخوانین، آیت الکرسی را میخوانین، قل هو الله آخر سوره بقره را میخوانین، یکی از علما را هم ببینین که دعا کنه براتون. محمد فواد از ایران، بفرمایید برادری عزیزی من. بله علیکم السلام و رحمت الله. محمد فواد صاحب از ایران، خوش آمدین به برنامه پاسخ نور. سوالتون ارائه بکنین، میشنوم. بله بفرمایین. صدای برادری ما قطع شدن، با امید اینکه دوباره تماشان برقرار شود. پس دوستای عزیز، کارهایی که در دهه اول ذوالحجه باید انجام بدیم به حیث مسلمان، خدمتتان میخواستم عرض بکنم. اولین کاری را که ما به حیث مسلمان در این دهه پربرکت و پرفضیلت آغاز میکنیم،
باید هر انسان به دربار الله یک توبه نصوح بکنه. بله ما گناهگار هستیم، گناه کردیم، گناه انسان میکنه و هیچ انسان بغیر از انبیا معصوم از گناه و خطا نیست. اما اگر خداوند انسان نشرمانه، بی توفیقش نسازه، بی رحم و از دین و از اخلاق اسلامی بیرون نبراید، توبه بکند، برگردد به دین الله، از کرده پشیمان باشد، به خالق تعهد بسپارد که گناه و معصیتی که از من سر زده است من دوباره اون گناه را انجام نمیتم، توبه نصوح بکنه، به پیشگاه پروردگار توبه بکنه، خصوصا در این دهه پرفضیلت و بابرکت اول ذوالحجه توبه را آغاز بکند. قبول بکنید که خداوند او تو انسان میبخشه. الله میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم. ای پیامبر صلی الله علیه و سلم به امتیانت بگو، به جانسارانت بگو، به رهروان و پیروانت بگو ان کنتم تحبون الله، اگر هستید شما که دوست دارین الله را، اگر شما الله را دوست دارین، محبوبی الله میخواین خود را بسازین، فاتبعونی، پس از من تابعداری بکنین. بصیر از هرات بفرمایین. سلامت باشی برادری عزیزی، ما برنامه پاسخ نور است، سوالتون ایرا بکنین. سلامت باش. شما تماس گرفتیم و این موضوع یعنی دختر خانم که نظر شما گفتم که نکاح کرده و مثلا نکاح شده، نخوری شده، کل کارش تکمون شده، این بچه مطرح هم کرده، کمون سایی بچه را این بچه را در خارج از دوستای ما مثلا نمبر از این دختر آشنا شده، دختر مثلا که نخوری شده، دختر عقصه شده، نکاح دائمی شده، کارش تمام شده، یک بسیار از بعدش که بچه ها جدوای دختر پیدا شد، دخترهای بچه اختار بوده که بچه خانه ما نگهی هیچ حق ندارن. دیگر اینان هم کلیت مثلا یعنی امیر تو برای من یک توضیحی که مثلا این زن ایره با زمان ملایی که میخواه جلو بچه که اون ملا به جان ازی بچه طلب که دیگر طلاق شده که وقتی که تو نکاح بچه میکنی پس میگی دیگر طلاق شده تو چی رقم ملا هستی، چی رقم مولایی هست، مثلا نکاح بچه میکنی با سرر دختر گرم که میگی دیگر طلاق شده. استاد بصیر شما یک موضوع رو ما خدمتتان ما گرفتم گپ شما را عرض بکنم که اول خود شما هم دو رقمه از پیش ما سوال کردن، یک دفعه هم موقعیت خود هرات گفتین، دیگه دفعه هم نام تغییر کرد، خیر باشه با ایش ما مشکل ندارم. بعد درست نگفتم که خودت شما درست نگرفتیم موضوع مرا کس مرا نفهمیدیم، هرات نگفتیم. درست است و بعد از وقفه ما معلومات میتونم براتون. بیننده باشین، سلامت باشین، انشالله وقفه داریم، بعد از وقفه دوباره برمیگردیم. خب دوستای عزیز دوباره خوش آمدین به برنامه پاسخ نور و برنامه امروز ما فضیلت و اعمال دهه اول ذوالحجه. اینجا جای دارد که به جواب برادری عزیزمان که قبلا سوال کردن و ما هم اینجا یک سوی تفاهمی تکنیکی شده بود، به این خاطر از شما ما پرسان کردم که عزیزی ما سوال میکنن، یک دفعه راپور و معلومات خود از یک جای دادن، با دفعه دوم هم از دیگه ولایت. ما کمکی پیش ما سوال برانگیز شد، خواهی اشتباه تکنیکی بود است. برادری عزیزی ما دستگیر سی و از کابل سوال کردن. قبلا ما خدمتتان عرض بکنم، صریح بگم که برادرانی اون دختر هیچ کاره هستند، ولایت متصل و صاحب تفویض صلاحیت و ولایت پدر داره، پدرش هست، او عالمی هم که حالا عقد نکاح بسته کرده است، میای بچه را شله هست که تو بیا طلاق بده، او هم غلط کرده است، اشتباه کرده است، هیچ جای نداره، هیچ مجال نداره با این که اون نفر بیا شله شوه که تو طلاق بده. چرا طلاق بده؟ عقد نکاح صورت گرفته است، مرد تعیین شده است، اجابت قبول شده است، پدر دختر بوده است، مادرش هست، موضوع شده، حالا برادراش منصرف شدن به اساس یک خوش و ناخوشی اجتماعی و فامیلی،
دختر ازدواج کرده است، خانمی بالفعل و صریح اون مرد است، هیچ گونه حقی دخالت در این موضوع نه برادراش دارن، نه هم امام محترم و عالم محترمی که عقد نکاح کرده او داره و نه هم کسی دیگر داره. او ازدواج کرده است، درست کرده است، خانمش است، همراهی از اون میتونه که بقیه پروگرام خدا دوام بتن و انشاءالله که در مورد هیچ مشکل شرعی فقهی دیده نمی شود. با اتفاق کلی موضوع مذاهب اسلامی این خانمی اون مردک است و میتونه با او زندگی خدا دوام بده. اگر مشکل را ایجاد میکنن به خانواده ها، شما مسئولین در کجایی که زندگی میکنن مسئولین صحابی را در جریان بگذارین، موضوع حل است انشاءالله. جزاکم الله خیرا. پس میخواستم خدمتتان عرض بکنم دوستای عزیز که بیاین که یک توبه جانانه صورت بگیرد به دربار پروردگار. الله گفت به پیامبر صلی الله علیه و سلم، به اماممان، به سردارمان، به شفاعتگرمان دستور داد، گفت امتیانت را بگو، بندگان من را بگو، اگر الله را دوست دارین فتبعونی، از من تابعداری بکنین، یحببکم الله، الله دوستان میگیرد، و یغفر لکم ذنوبکم، خداوند گناهایتون را معاف میکند. وقتی که شما محبوب الله بشین، انسان محبوب الله از کجا میشود؟ از اونجا که توبه بکنه با شرایطش، توبه نسو، توبه پخته، توبه دائمی، که الله این کاری را که از به حیث یک انسان سر زد از گناهی که انجام شده است، من پشیمان هستم، به دربار تو دست بالا کردیم، دوباره به این گناه بر نمیگردم، تعهد بسپارد به الله. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا، ای اهل ایمان برگردید، رجوع بکنید به سوی الله، توبه بکنید و توبه نصوح بکنید. توبه نصوح را علما تعریف میکنند، توبه که انسان تعهد بسپارد به خدا که لا ارجع الی الذنب ابدا، دیگر به این گناه هیچگاه بر نمیگردم. باز خداوند غفور رحیم است، بخشنده است، مهربان است، الله گناه انسان را معاف میکند. فرهاد از بلخ بفرمایید. سلام علیکم مولوی صاحب بزرگوار. علیکم السلام و رحمت الله. فرهاد جان خوش آمدین به برنامه پاسخ نور. صدایتون ندارم، سوالتون ارائه بکنین. سلامت باشید مولوی صاحب بخند. مولوی صاحب من یک سر بچه که اسم گذاشتیم یک نودما شده دیگه من تمام گرفتم جواب صحیح دارین آدم یک چند نفر فان کردم و بالا یک مسئله بچه تفلک من شهید شده یک 6 ساله بود. نام شهید شدگی را به این نوتولد شدگی گذاشتی؟ بله نام مصطفی بود دیگه، خداوند پس برای ما توفیق خدا داد دیگه. اگان تو می والا اکثرت من والا این نام از نام ماندی سردی دیگه نام نیماندی من کنم مشکل کنم سخن شهریت ما خود کنم ممانعت ندارم، ما کنم یک روشنی میداریم دیگه که مادر از این خیلی مولوی صاحب یک در تحلیل دیگه پانه یک روشنی و خاطر از او یک من داختیم که یک گوش میکرد اینی جرفت خانه یک معلومات میداریم که طفل چه خوبی هایی داره به آخرت. به حساب او طفل شهید شدگی تان مادرش نارامی میکنه. بله یک در یادش نیم و یکان چیزای دیگه. خدا شکر پس با ما یک دوگانگی هم داد، یک بچه‌ای یک دختر بود که خدا شکر خدا عذاب بود دیگه. امور یک نصیحت داریم مثل من معلومات میتون برتان بیننده باشین، سلامت باشین. جناب فرهاد صاحب از بلخ سوالشان این هست که فرزندی داشتم به نام مصطفی، نامش وفات کرد، حالا الله برام فرزند دیگر داده است، نام وفات شدگی را مصطفی به این فرزند دیگر گذاشتیم. مردم در اینجا میگن چرا این نام انتخاب کردی؟ متاسفانه مردم ما هر چیز میگن. اگر ما دنبال گفتنهای مردم بگردیم، بعضی انسانهای خوبم خواد دیوانه شدن، هیچ مشکل ندارد. بهترین نام هست نام مصطفی، افضل اسما هست، بهترین نام ها هست. مصطفی خوب نام هست،
صفت پیامبر صلی الله علیه و سلم محمد مصطفی. محمد هم نام بگذار درست است، مصطفی هم نام بگذار درست است، هیچ مشکل شرعی نداره. اینکه این نام از اون فرزند قبلیتان بوده است، صدها و هزاران تا نام مصطفی داشتن وفات کردن، صدها و هزاران تا دیگر اون نام مصطفی را با خود گرفتن، هیچ مشکلی شرعی ندارد. مردم هم کسانی که در این مورد بحث میکنن بگو مگو میکنن، متاسفانه چی بگم، مردم نمیفهمن، مردم دنبال سخنهای بیهوده بی اساس بی سند روان هستند. مردم یک نفر را به عوض از اینکه برش آرامش اطمینان روحی بتن و بیچاره را هنوز هم نارام میسازن، او را به یک مشکل سردچار میسازن. والله اکثر خانواده ها این گونه یک اعتراض میکنن، یا والله همین نام سری او بچه خوش نخواند، حالا او وفات کرد میشه خدا نخواسته تو تلقین میکن سری ازی هم تو یک نخوره و گویا که به نام به کسی صدمه نمیرسانه. نام انسانهای وفات شده به انسانهای زنده موضوع هست نیست بودن پیش پروردگار است. به این باید معتقد بود. قل این الصلاة و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. بو که زندگی من، نمازی من، قربانی من، مرگ و حیاتی من همه به دست پروردگار است، خاص بر پروردگار است. نام در حیات و مرگ انسان هیچ تأثیر ندارد. کسانی که در این مورد بحث میکنن بحث بیهوده میکنن، زان خبری که هیچ معنا نداره، از دل خود گپ میزنن. ما باید در تمام امورات مطابق شریعت حرکت بکنیم، از دینمان تابعداری بکنیم، مشکل نیست. جزاکم الله خیرا. ابراهیم از کابل بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. ابراهیم صاحب خوش آمدین. برنامه پاسخ نور است، صدایتون ندارم، سوالتون ارائه بکنین. به خاطر برادرتون گوسفند بکشین؟ برنامه از او ختم میخوای بکنین؟ من معلومات میتونم براتون بیننده باشین. بخیر باشین. درست است. و جز دیگری موضوع شریعت در مورد سوال برادرمون که از بلخ سوال کرده بودن همیست که شریعت در این مورد هیچ مشکل نداره. شما اون نامه بگذارین و الله بچه شما را کلان بکنن. و اشاره کردن که فرزند قبلی من که وفات شد از مادرش ناآرامی میکنه. نه خیر، ناآرامی کردن این مادر دردی را دوا نمیکنه. متاسفانه وقتی که ما مسلمان ها بی حوصله هستیم، سیاست بچه خود از دست داده بود، آه و فغان و داد و چیغ و فریاد میکرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم به او سر خورد، گفت صبر بکن، حوصله بکن، اجرت از خدا بخواه. و خانم گفت که برو این مصیبتی که به من رسیده است به تو نرسیده است. رسول خدا پتکه کرد که تو برو طرف که ما درد دیدیم، به ما درد رسیده است، رنج رسیده است، دردی که ما دیدیم به تو نرسید، بچه ما از دست دادیم. باز پیامبر صلی الله علیه و سلم گذشت رفت، مردم گفتن که او زن تو چطور سری پیامبر خدا پتکه کردی؟ دویده آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم که اعتذار میکنم، معذرت میخواهم که من نشناختم. پیامبر علیه الصلاة و سلام برش گفت انما صبر عند صدمه الاولى، صبر در مرحله اول نتیجه و ثواب و فضیلت دارد. بعد تو حوصله بکنی او صبر میکردی. معناش است که انسان در مقابل آزمایشات امتحانات پروردگار الله انسانهای خوب امتحان میکنه. ان الله اذا احب عبدا ابتلاه. خداوند زمانی که یک بنده مسلمان خدا دوست بدارد او را آزمایش میکنه، ابتلا میکنه، امتحان میکنه. و همین گونه الله تبارک و تعالی توسط امتحان و ابتلاعات دنیوی ایمان و امو جایگاه اعتقادی بندگان خدا تثبیت میکنه که کی به چی انداز حوصله و صبر و استقامت دارد. در مقابل وفات شدگی ها پدرمان باشد، مادرمان باشد، برادرمان باشد، فرزندمان باشد، دوست عزیزمان باشد، وظیفه ما و شما برای وفات شده ها دعا کردن است. اگر طفل هستن خدایا طفل برای ما ذخیره آخرت بگردان. الله رب العالمین ثواب اجری مصیبت برای من نصیب بکن.
ان لله ما اعطى وله ما اخذ كل شيء عنده لاجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. صبر بکن، طلب ثواب بکن. اللهم اجرنی فی مصیبتی، خدایا در مصیبت برام اجر بده. اما متاسفانه ما مردم کارهای دیگر میکنیم. زمان یک مصیبت خدا نخواسته خدا نکنه و پیش میآید، گریبانا پاره میشن، رخسارا خون آلود میشوند، چیغ فریاد میشه خلاف دین، در تضاد با شریعت. شبانه از بلخ بفرمایید. بله خواهر صدایتون ندارم، بفرمایید. سلامت باشین، کمی بلندتر صحبت کنین، بفرمایید. چی رو میخواستین مادر؟ بفرمایید. بله بفرمایید. کی میگه 4 دختر حق نداره؟ برادرت خواهرای خود میگه حق ندارن یا برادر دخترای خود میگه حق ندارن؟ من فهمیدم. من معلومات میتونم مادر، معلومات میتونم بیننده باش. حوصله بکن مادر، حوصله کردن اجر ثواب داره، خیر ببینی. نکنی دعای بد. دعای بد کردن کار درست نیست. حقشون دعای خیر بکن، بو خدا هدایت چون بده. اما معلومات میتونم براتون مادر، بیننده باشین، بخیر سلامت باشین. تشکر. و همچنان برادری عزیزی ما در مقابل اون همه ناآرامی ها الله اجر پاداش برش میده. مادری که پیش از سن مکلفیت طفلی را به او دنیا روان میکنه، در روز قیامت توشه آخرتش است. این به نص صریح احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت است. و خداوند در بدل برای شما دوگانگی داده. شکری الله را ادا بکنین، یا را تربیت بکنین، سر به سجده بزنین، شکری الله را بجا بیارین. الله درباری وسیع داره، همیشه به نعمت های خود بندگان محبوب خدا می نوازد. الله اجر و ثوابی همه اعمال خیر برای ما و شما نصیب بکند. برادری عزیزی ما ابراهیم از کابل سوال کردن که برادرم فوت کرده، سلام میخوایم گوسفند بکشیم برای ازو. گوسفند بکشین برای غریب و غربا و فقیرا و بیوه ها و مسکینا صدقه و خیرات بکنین. در حق برادرتون بگید دعا بکنن. دعای مسلمان است در حق مسلمان مستجاب است. عن ظهر الغیب، بعد از مردن که مسلمان ها دعا بکنن خداوند دعای مسلمان ها را برای انسان قبول میکنه. ایتونه نشه که گوسفند بکشین و باز جناب ملا سیبه و جناب وکیل سیبه و متو چارشانه ها و ریا و علا که دیگاه بارست باز در اونجا همون کسانی که ضرورت به نان خوردن ندارن همون را بخوای غریب بیاید دانش بزنی که برو طرف تا حق نداری. این گونه گوسفند کشتن درد دوا نمیکنه. صدقه ای که به میت و به غریب ثوابش میرسه همون است که گوسفند از گاو است. هر صدقه و خیراتی که صورت میگیرد به یتیم برسد، به بیوه برسد، به مسکین برسد، به معلول برسد، به بینوا برسه، به انسان هایی که مشکل دارن به اونها برسه، فقیر هستن. انما صدقات للفقراء والمساکین و ابن السبیل، در راه خدا کسانی که هستن به مستحقین صدقه برسه، خیرات و صدقه. و در صورتی که گوسفند کشته شود و باز در اونجا پیسه دارا و انسان های لوی قریه جمع شوند و غریب و غربا مانده شوند، این گونه گوسفند کشتن با درد دوا نمیکنه. جزاکم الله خیرا. خداوند اعمال خیر ما و شما را به دربارش مستجاب بگردانه. مادری ما از بلخ سوال کردن که برادرم میگه که 4 تا خواهر هیچ کدامتان حق ندارین. برادرتان غلط میگه، هیچ حق نداره که یک گپ بزنه. اسلام یگانه دینی هست که بعد از زمان جاهلیت اون عنعنه ها و رسومات و رفتارهای دوران جاهلیت را همش خونسا کرد، از بین برد. چراغ نبوت زمانی که طلوع کرد، چراغ رسالت امام الانبیا محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم زمانی که درخشید،
تمام اعمال ناروای دوران جاهلیت و ظلم و استبداد و بربریت و ناروایی هایی که بود همه را از بین بود، از جمله همین حق زنها. زن در او زمان به میراث می بردن، زن به میراث گرفته می شد مثل مال و متاع دنیا واری، اما اسلام آمد به زن حق میراث داد، به زن حق ملکیت داد، به زن حق عزت و آبرو داد، به زن حق مادری داد، به زن حق دختری داد، به زن حق خواهری داد. خواهر با برادر سهم میگیره، میراث میبرن از پدرشان. بله للذکر مثل حظ الانثیین، یک مرد حق دو خواهر میگیره، باقی خواهرها در او میراث و این کانوا اخوة الرجال و نساء فهم شرکاء فی، اونا در ثلث همه شریک هستند. تمام این خواهرها در مال باقی مانده پدرشان سهم دارن، حق دارن. خدا حقشان داده است، پیامبر دیگه در این مورد اشاره کرده است، اسلام برشان حق داده است. نه برادر یار محروم کده میتونه، نه عالم یار محروم اعلان کده میتونه، نه هم کدام ارباب زورمند یار از میراثشان محروم کده میتونه. و حقتان است، خدا هم طرفدارتان است، کتاب خدا شریعت اسلام طرفدارتان است. پیش هر عالمی با وجدان و ربانی و با عزتی هم که مراجعه بکنین، محاکم شرعی و اسلامی در خدمتتان است، حق شما را میگیرن و برتان میتن. در این مورد قطعا مادر شما رنج نبرین، شما تکلیف نکنین، شما چورت نزنین. انشاءالله که برادرتان را خداوند توفیق نصیب بکنه تا اینکه از حقوق مسلم شما او دفاع بکنه و حق دهنده باشه، نه که خدا ناخواسته حق شما را به حرام جمع بکنه و استفاده بکنه و فردای قیامت بموره باز او مال باقی مانده ورثه استفاده بکنه و جزای جهنم رفتن حقوق شما را برادرتان بگیره. باقی من موضوعی از این که مادری ما شکایت کردن که خانومش مشکلات دارم، متاسفانه که یگان بار اون خواهر شما از خانم یزو شکایت میکنین، همین شکایت خانم یزو شاید از شما هم بکنه. این گونه رفتارها یعنی ما زمانی که از واقعیت های دین بیرون برایم باز اینمو تو مشکلات ها به بار می آید. باید که شما کاملا در چینل چوکات شریعت دین موضوعات سیاسری و خانه یکی در پشت سر بگذارین، آنچه به خود میپسندین به دیگران هم بپسندین، به اولاد خود چیزی را که دوست دارین به اولادی از وا هم دوست بدارین، با هم رفتاری بسیار اخلاقمندانه، رفتاری درست، رفتاری معقول، رفتاری که در چینل چوکات دین برابر باشه با هم زندگی بکنین. الله رب العالمین اجر و ثواب و پاداش براتان نصیب بکنه. مادری ما گفتن که من بددعایی میکنم به یگان بار، قطعا شما بددعایی نکنین که دعای بد عملی بد است، بددعایی کاری بد است، خصوصا در این ایام، در این دهه ذوالحجه. در این دهه ذوالحجه شما دعای خیر بکنین به هدایتشان، به راهنماییشان، به اینکه دین بفهمند، شریعت بفهمند، مطابق شریعت اسلامی رفتار بکنند. پس کارها و اعمالی که در این دهه پربرکت و پرفضیلت باید ما انجام بدیم، اون کارها عبارت هستند از اولش توبه کردن به دربار الله، دوم التزام به صلات الفریضه، به نمازهای فرضی التزام کردن، یعنی انسان بدون تنبلی و کسالت و بدون جنجال باید 5 وقت نماز فریضه را انجام بده، بخوانه و به اثبات برساند که من به حیث یک مسلمان در انجام نمازهای 5گانه خود عاجز و تنبل و بی‌تفاوت نیستم. الله تبارک و تعالی قبول بکنه. و نمازهای 5گانه مانند این هستند که یک جوی باشد در وسط حویلی 5 بار از او غسل بکنی. آیا چیزی از چرک و چتل و کثافاتی وجود باقی میمانه؟ نه خیر، چیزی باقی نمیمانه. زمانی که 5 وقت نماز بخوانی از گناه ها پاک و صاف میشی. الله تبارک و تعالی و ما و شما توفیق نصیب بکند که در این دهه پرفضیلت، در این دهه با برکت، با نمازهای 5گانه خود التزام داشته باشیم، تداوم داشته باشیم، همیشگی بکنیم و به این معتقد باشیم که الصلاة عماد الدین، نماز ستون دین است. من اقامها فقد اقام الدین و من ترکها فقد ترک الدین. کسی که نماز برگزار میکنه دین قایم نگاه کرده است. کسی که نماز ترک میکنه، از نماز فرار میکنه، نماز نمیخوانه،
او گویا اینکه از دین فرار کرده است، دین و ورشکسته ساخته است و دشمنی خود با خدا و رسول اعلان کرده است. سوم عملی که ما باید انجام بدیم عبارت است از روزه های صیام نافله، روزه های نفلی. روزه های نفلی باید اگر کسی بتونه این 10 روزه تا روز عید روزه بگیره چقدر زیبا هست. اگر در این 10 روز مکمل هم روزه گرفته نمیتونه، روزی دوشنبه و پنجشنبه را فراموش نکنین و خصوصا روزی عرفه را، اما روزی که سواشه، مثلا روزی 3 شنبه آینده روزی عرفه هست، روزه عرفه را فراموش نکنین. روزه گرفتن در روز عرفه اجر و ثوابی پاداشی خاصی خود را دارد. انسانها، مسلمانها در سر تا سر عالم اونها روز عرفه را روزه میگیرند، روز عرفه را به دربار خدا توبه و ندامت میکنند. در او روز دهنی به روزه به دربار پروردگار میخواهند از الله حاجات خودشان را. و چهارم عملی را که باید در این دهه انجام بدیم عبارت هستند از صدقه کردن. صدقه یک ویژگی مسلمان هاست. و مما رزقناهم ینفقون لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. یادت باشه مادری من، خواهری من، پدر و برادری عزیزی من که صدقه و خیرات و انفاق در راه الله مالی تو را کم نمیکنه، روزی تو را هنوز اضافه میسازه. به خاطر این که 2 فرشته روزانه به زمین میآیند، از صبح تا به شام دعا میکنن اللهم آتی منفقا خلفا، اللهم آتی ممسکا تلفا. خدایا کسی که در راه تو انفاق میکنه، خرج میکنه، او را جایش پر بکن برش. کسی که ممسک است، مدخل است، گریسنه است، بخیل است، نه خرج نمیکنه، انفاق نمیکنه، با وصفی داشتن، خدایا مالی از را تلف بکن، ضایع بکن. و همچنان لا اله الا الله به کثرت گفتن، سبحان الله را به زبان آوردن و همچنان الحمدلله خواندن، الله اکبر خواندن، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. تعداد علما مذاهب فقهی نظرشان است که از اول ذوالحجه تا آخر ایام تشریق هم 3 روز عید انسان باید که تکبیرات در این عید اضحی به زبان داشته باشه. همیشه زبان انسان باید به لا اله الا الله، به سبحان الله، به الحمدلله، به استغفر الله، به الله اکبر تر باشد. کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یذکر الله فی کل احیان. رسول الله صلی الله علیه و سلم در تمام حالات الله را یاد میکردند. پس یاد کردن الله، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. مثال کسی که الله را یاد میکنه و کسی که الله ذوالجلال یاد نمیکنه مانند زنده و مرده هست. مانند فرقشان کسی که به ذکر اذکار شریعت اسلامی ملتزم هست، با اذکار سر و کار داره، همیشه زبانش تر هست به یاد الله، دعاهای 24 ساعت زندگی را با التزام میخوانه، مثل زنده هست. و کسی که نمیخوانه به مثابه انسان مرده هست. پس در این دهه ذوالحجه به کثرت باید الله اکبر گفت، بسیار زیاد باید سبحان الله گفت، بسیار زیاد باید استغفر الله گفت و زیاد هم باید لا اله الا الله گفت. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. اللهم انی استغفرک و اتوب الیک. خدایا من به سوی تو رجوع میکنم، از تو بخشش میخواهم. و همین گونه در این دهه با برکت ذوالحجه باید دعا زیاد کرد، دعا کردن نباید فراموش کرد. الله رب العالمین میفرمایند که ادعونی استجیب لکم، از من بخواهین آنچه که ضرورت دارین، آنچه که نیاز دارین، آنچه که میخواهین از من بخواهین، استجیب لکم، استجابت میکنم. پس دعا کردن از جمله اعمال خیر و نیکی در این دهه اول ذوالحجه است. همیشه کار خیر است، خود در این دهه به زیاد دعا کردن باید عادت کرد، زیاد باید دعا کرد.
از فضل و رحمت الله باید تلبیس، از غضب و عذاب خدا، از غضب و عذاب الله باید با خدا پناه برد. باید که در این دهه ذوالحجه قرآن کریم به کثرت تلاوت شود، قرآن کریم شنیده شود و در احکامات قرآن تدبر و تفکر صورت بگیرد. قرآن می آید اعلان می کند که کینه و کدورت نکنین، بغض عداوت نکنین، دشمنی و ناروایی نکنین. اما متاسفانه کسانی که داعیه دارانی دین و علم و فهم و دانش هستند به کینه و کدورت و به دشمنی و به قهر و غضب خدا توسط این اعمال نارواشان عیار می سازند. همچنان مدارسه قرآن، قرائت های تفسیر، تعلیم تربیه اسلامی و همچنان احسان به پدر و مادر، صله رحمی کردن و هزاران مهمان ها را ضیافت کردن، مهمان نوازی کردن و کارهای دیگری که شریعت اسلامی با اونها تأکید کرده است و دستور داده است که در این دهه 170 چند کاری خیر است که در این دهه اولی پربرکت باید مسلمان با اونها سر و کار داشته باشد. وقتی برنامه ما هم اینجا به آخر می رسد، تا وقتی بعدی و برنامه بعدی همه شما را به الله یکتا می سپارم و افتخار می کنم که ان شاء الله روز عرفه با سرورانم در این استودیو اگر زنده بودیم ان شاء الله هستم، روز سه‌شنبه آینده که ان شاء الله عرفه هست و در مورد ثواب و فضیلت عرفه خواهد بحث کردیم و امیدوار هستم که روز سه‌شنبه آینده را دوستای ما به حیث روز عرفه روزه فراموش نکنند. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.